کابل هستیم. میبخشش که از دوستان عزیز کلا مواد خوراک است، پوشاک است، یگان چیزاست و بعض از چیزهای الکترونیکی است که پیدا میشه. اما باز بازار مجاهدینش او طرف هست که باز او طرف دیگه ما او قدر نمیریم، کار نداریم. بیایم تو پیش میریم کم کم. بوت است، کرمچای نظامی است، کلاه است و همه چیزا زیاد دیگه با مجاهدین هستن. دوستان عزیز و مردم ها عادی نیستن. این تو که در تصویر میبینید دوستان عزیز کل چیزای نظامی است. بایک هاست، زیر پیراهنی هاست دیگه. کرمچای طبی بسیار خوبش از دوستان عزیز زری بخش. این چیزایی که میبینید دیگه تمامش هست، پیدا میشه. انرژی بابه که در دیگه جایا نیست دوستان عزیز. مثلا کل چیز دیگه خلاصه ایجا دوستان عزیز براتون بگویم. ببینین سلام و درود خدمت تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روز و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما در بازار بوش یا بازار مجاهدین شهر کابل هستیم. میبخشش که از دوستان عزیز کلا مواد خوراک است، پوشاک است، یگان چیزاست و بعض از چیزهای الکترونیکی است که پیدا میشه. اما باز بازار مجاهدینش او طرف هست که باز او طرف دیگه ما او قدر نمیریم، کار نداریم. بیایم تو پیش میریم کم کم ببینیم که در بازار چی است، چی نیست، چی پیدا میشه. بازار براتون من نشون بدم. کلا این طرف که میبینید دوستان عزیز اینا مواد شوینده باب است، خوراک کباب است، مکرونی است، کم کم هم نیست دوستان عزیز. کل شما میبینید این تا سیرکی هم شاید باشه. خب مقصد از کیلو زیاد است دیگه. داخل اون دوستان عزیز مغازه زیاد است. در ضمن از دوستان عزیز خوبی که ایجاد داره، موادش اصلی است، با کیفیت است و همچنان ارزان است، بسیار ارزان است. به می خاطر مردم باز چیزی که کار داشته باشن بخواین اصلی باز میایین از اینجا میبرن. اینجا دوستان عزیز مثلا پروتئین فروشی ها است، از این چیزا هم هستن که باز کرمچای بسیار خوبش است. از مارلات میگن دیگه که بسیار محکم است، از کشورهای خارجی مردم میایه میخره و مردم میبینه دیگه. میبینن که این بازارش ما میاله خب کج داره دیگه. از این کوچه دوستان عزیز ما میبریم میریم در کوچه دیگه. دو کوچه داره البته. یک کوچهش وسایل نظامی هم فروخته میشه. وسایل نظامی منظورم دوستان عزیزم پوشاکش از پرتله است و مثلا پتلون است و همین چیزاست دیگه. این چیزاست. این طرف اینه مثلا میبینین دوستان عزیز پروتئین باب است. این طرف دیگه دوستان عزیز اینه وسایل نظامی است. اینه میبینین پرتله است و نمیفهمم بوت است، کرمچای نظامی است، کلاه است و همه چیزا زیاد دیگه با مجاهدین هستن دوستان عزیز و مردم ها عادی نیستن. این تو که در تصویر میبینین دوستان عزیز کل چیزای نظامی است. بایک هاست، زیر پیراهنی هاست دیگه. همون تو میریم دوستان عزیز در پیش دیگه دیده برین. اینه مثلا کمربند هاست، اینه بسیار زیبا زیبا دوستان عزیز ببینین. این طرف هم اینه دوستان عزیز دیگه بازیگان جمپر، برزو و از این چیزایی است که مثلا بچه جوان هست. اینه ببینین دوستان عزیز مثلا مدل کامل یک نظامی است. این طرف دوستان عزیز این برزه جمپر برزو است، بسیار خوبش و همونطور که میبینین دوستان عزیز و مردم ها یادی هم از دوستان عزیز تر چیزای بسیار خوبش که مثلا میپوشن به ورزش. این کرمچا رو ببینید. این کرمچا بسیار قیمتشان هم بالاست، خوبش هم است، مال اصل هستن دوستان عزیز. این طرف هم میبینین این همونطور جمپر برزو هاست یا که جاکت هاست، بسیار خوبش دیگه. این تو دوستان عزیز هر چیز است. این طرف دیگه چیزکای نظامی است. دوباره این طرف هم چیزکای ملکی که بچه جوانا با ورزش میپوشن. این دوستان عزیز ورزشکارها همچنان زیاد میان به خاطر چیزای ورزشی زیاد است. پروتئین باب است، کرمچ است، پوشاک است و همه چیز است. اینطور دیگه دوستان عزیز باز کوچه است. هر کوچه هر چیز داره. مثلا از پوشاک گرفته تا خیاطی، اسلحه سازی و تمام از این چیزا دوستان عزیز. دیگه در بین از این کوچه هم باز دوستان از این دکان ها هست دیگه. این از این کوچه آخر باز ما میبریم. این طرف دیگه این بالشت فروشی هست، گودی فروشی هست، همه چیز از دیگه دوستان عزیز.
این دوستان استکه فروشی است، کالا فروشی است. اینی یا بالشتای مثلا چه از دوستان عزیز بالشتای طبی، یا بالشتای طبی است، جراب است. اینا مثلا این طرفش هم که میبره این دوستان عزیز اینه، یعنی باز بازاره که اصلیش از کوچه اصلیش است. کوچه که دیگه اونقدر مردم نمیرن به خاطر چیزای نظامی زیادتر. باز اینجا اصلی سینه پوش توشک، بالشت، پخته مثلا از این چیزا کلا هست دوستان عزیز. کرم چای طبی بسیار خوبش از دوستان عزیز زری بخش. اینم چیزایی که میبینین دیگه تمامش هست پیدا میشه. انرژی بابه که در دیگه جایا نیست دوستان عزیز. مثلا کل چیز دیگه خلاصه یه دوستان عزیز براتون بگویم. ببینین الکترونیک باب بسیار خوبش از دوستان عزیز. انجینرهای بسیار مسلکی از دیگه از قبیل کسایی که چیزهای الکترونیکی را جور میکنن، خیاطای بسیار ماهر. میبینین دوستان عزیز وسایل تزیینی بسیار خوبش هم از دوستان عزیز در اینجا. میبینین دوستان عزیز شوینده باب. خلاصه کل چیز پیدا میشه دوستان عزیز. اما بازیجا یک ذره قیمت همچنان بلند است و هم کیفیت خوبش است. باز نسبت به چیزهای بازار دوستان عزیز قیمت پایین است. یعنی منظوری که اگر این ماشین کالاشوی در شهر نو قیمت حساب کنه که نیم قیمت است، یا اگر در شهر نو دوستان عزیز چیزا قیمت باشه اینجا ارزان تر است دیگه. این چیزا کم است دوستان عزیز. بریم در دالیز، یک دالیز دیگه هم داره، دالیز سوم در اونجا باز میریم. باز ان شاء الله ویدیو رو باز خاطر میتیم. این ویدیوش براتون نشون میتیم. اینجا لکی سوپرمارکت است که اینا میبینین در تصویر دوستان عزیز. دیگه دالیز نیست دوستان عزیز، چیزه باشه دالیز دیگه شده که اینا جرابات دوستان عزیز. جرابا کلش لیلامی است. اینا کالای خواب است کلش لیلامی دوستان عزیز. اینا میبینین دوستان عزیز کل چیزه اینیا لیلامی هستن دوستان عزیز. همیشه خیاطام میباشه اینمی کوچا. اینی کوچهش کوچه است که دوستان عزیز مردم قنه دیده. باز اینیا که اصلا ارزان هم است از دیگه جایا کرده، بسیار ارزان هستن. این دوستان عزیز کوچهش به این شکل است. یاده که دوستان به خاطر از اینکه لیلامی باز ارزان هستن. بالشتای سفری است دیگه. همه چیزی کار داشته باشین دوستان عزیز اینجا پیدا میشه. این بازار دوستان عزیز در سابق به نام بازار ویش بود یا بازار بوش هم میگفتنش. البته یک تا سابقه‌ایش در پیش پل یک پیسگی است که از اونجا هم رفتیم و دیدن کردیم. اگر ویدیو از اون رو میخواین او هم در کانال موجود است دوستان عزیز، میتونین برین ببینین. بازی که از جدیدش است. برای دیگه باز حکومت جدید شد نام از این تبدیل کردن به بازار مجاهدین، چون که اسلحه سازی است طرفش باز بازار مجاهدین میگنشه. دیگه حالا بازار بوش یا ویش کس چیز نمیگه. خوب دوستان عزیز بازار ویش یا بوش هم دیدین دیگه. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون. اگه دلم